سلام كمسك الختام. الحمد لله والصلاة والسلام على نبینا محمد مصطفى. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، درس امروزه را از کتاب امام ابو حنیفه دوام می‌دهیم. موضوع امروزه پیمان بندگان با خدا. امام ابو حنیفه رحمه الله گفتند: اخرج ذریة آدم علیه السلام من صلبه على صور الذر فجعلهم عقلاء فخاطبهم وأمرهم بالإيمان ونهاهم عن الكفر فأقروا له بالربوبية فكان ذلك منهم إيمانا فهم يولدون على تلك الفطرة، ومن كفر بعد ذلك فقد بدل وغير، ومن آمن وصدق فقد ثبت عليه ودمه. یعنی نسل و ذریت آدم علیه السلام را به شکل ذره ها از پشت ایشان بیرون آورد و سپس به آنان نعمت عقل عنایت فرمود. آنگاه آنها را مخاطب قرار داد و امر و نهی فرمود. پس همه به ربوبیت او تعالی، یعنی به رب بودن الله اقرار کردند. این اقرار آنها ایمان بود. لذا همه فرزندان آدم علیه السلام بر این فطرت سالم متولد می شوند. کسی که از این پس کافر شود در واقع عهد و میثاق خود را شکسته و آن را تغییر و تبدیل داده است و هر کسی که ایمان بیارد و تصدیق کند در حقیقت به همان عهد و پیمان اولین خود ثابت مانده و آن را ادامه داده است. دوستان عزیز، اکنون بیایید شرح گفته های امام ابو حنیفه را دیده برایم. امام گفتند که نسل و ذریت آدم علیه السلام را به شکل ذره ها از پشت ایشان بیرون آورد. یعنی خداوند همه فرزندان آدم علیه السلام را از اول دنیا تا روز قیامت چقدر که انسان به این زمین می آید، همه آنها را خداوند به شکل ذره ها آفرید و به آنها عقل داد و به آنها خطاب کرده گفت: الست بربکم، یعنی آیا من پروردگار شما نیستم؟ این همه ذریت آدم در جواب گفتند: بله، یعنی بله تو پروردگار ما هستی. این را ایمان فطری گویند. چنانه که خداوند می فرماید: و پروردگار تو از پشت بنی آدم فرزندانش را بیرون آورد و آنان را به خودشان گواه گرفت و پرسید: آیا من پروردگارتان نیستم؟ گفتند: آره، گواهی می دهیم تا در روز قیامت نگویید که ما از آن بیخبر بودیم. سوره اعراف آیه 172. و این چنین حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم هست که آن حضرت فرمودند: کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. هر یک تولد شده با ایمان فطری تولد می شود و پدر و مادر او را یا یهودی می کنند یا نصرانی می کنند یا آتش پرست. پس دوستان عزیز، آیه 172 سوره اعراف به ما می گوید که همه فرزندان آدم از ابتدای عالم تا انتهای آن به دنیا آیند اقرار کردند و عهد و پیمان بندگی به الله تعالی بستند. آن عهد مذکور را میثاق و آن روزی را که چنین عهد بسته گردید آن را روز میثاق می گویند. از این رو دوستان، تمام انسانهای قدم به عالم گذارنده از شکم مادر به ایمان فطری، یعنی ایمانی که در خلقتشان جایگزین می باشد و با آن تولد شده اند می آیند. بعدی به دنیا آمدن بعضی از آنها با فعل خود و مدد پروردگار بر ایمان فطریشان ثابت می مانند، اما اکثرشان به فعل خود آن را ترک می کنند و رو به کفر می آرند. دوستان عزیز، خلاصه درس این است که الله سبحانه و تعالی همه بندگانش را به شکل ذره ها در روز میثاق آفرید و به آنها گفت: الست بربکم،
آیا من پروردگار شما نیستم؟ و همه بندگانش در جواب گفتند که بله، یعنی بله تو پروردگار ما هستی. و این ایمانی که در همه بندگان بود، این ایمان را ایمانی فطری گویند و همه ما با این ایمان فطری به دنیا می آییم. و بعضی از شخصان این ایمان فطری را با کفر کسبی تبدیل می دهند، یعنی کفر را خودی آنها کسب می کنند، اختیار می کنند. و شخصان دیگر باشد در ایمان فطریشان مانده آن را تقویت داده استوار می گردانند. به این سبب علما می گویند که کسی اسلام را گروید گوید که او به اسلام و به ایمان بازگشت، یعنی به آن ایمان فطری که تولد شده بود و آن را ترک کرد و بار دیگر اسلام را قبول کرد، او به این ایمان فطریش بازگشت، یعنی او به اسلام بازگشت، نه اینکه دین خود را به اسلام تبدیل داد. این بود پایان درس امروزه. سبحانك اللهم و بحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.